سال پیش همین شلوغیای 40 میگم وارد حرم قمر بنی هاشم شدم، رو به ذریح داشتم آروم قدم برمی داشتم، یهو دیدم یکی از این زنان عشایر عراق، خیلی اینا رندن بعضیش، میگه دیدم اینجوری ایستاده رو به روی ذریح، با یه نگاهی داره به ذریح نگاه میکنه، بعد با زبون خودش داره اینجوری تاب میکنه: مرد حسابی، من رو حرف تو حساب کردم، من رو تو حساب کردم، حالا من چی کار کنم؟ این خیلی بهم برخورد. اومدم جلو گفتم همشیره درست صحبت کن، چرا اینجوری حرف میزنی با عباس؟ این لابلا حرفاش یه نگاه به من کرد، گفت تو چی کار داری؟ خودش میدونه. گفتم دلیل نمیشه اینجوری حرف میزنی. گفت تو رو خدا برو دست رو دل ما نذار دیگه. گفتم چی شده مگه؟ کنه یهو بغضش ترکید. گفت بابا من از یکی از روستاهای بصره آمدم کربلا، رسم ما اینه چند روزی مونده کاروان حرکت بکنه، میارن وسط روستای پرچم و یه علمی نصب میکنن، همه میدونن موسم کربلاست. اومدم بیرون دیدم پرچم زدن، فهمیدم دارن میرن کربلا. ایستادم غروبی، مرد خانه آمد، گفتم آقا ما هم بریم کربلا امسال. گفت زن سامی من کار دارم، فصل کارمه، من که نمیتونم بیام. گفتم خب بذار من برم. گفت تو بری من این 2 دختر بچه رو چجوری نگهشون دارم؟ یه نگاه بهش کردم گفتم این 2 رو میبرم برشون میگردونم. گفت نمیتونی. گفتم تو رو به عباس بهانه نیار، بذار ببرمشون. یه دیدم رنگش عوض شد. گفت برو. به عباس قسمم دادی برو. گفتم خب حالا چی شده؟ گفت حالا من دردمو کجا ببرم بگم من 3 روز این 2 دختر بچه رو تو این شلوغی 40 گم کردم. امروزم اومدم حرم، هم قافله‌ایام به من میگم برو، اگه پیدا کردی که هیچ، پیدا نکردی ما باید بریم دیگه، نمیتونیم بمونیم. یه دیدم خیلی سخت راست میگه، دیگه حرفی نزدم، آمدم رفتم از حرم بیرون. میگه رفتم حرم سید الشهدامو زیارت رو دوباره داشتم مسیر رو برمیگشتم، یهو به دلم افتاد برم یه خبری ازش بگیرم ببینم چی شد. میگم این که وارد حرم قمر بنی هاشم شدم، یه چند قدم راه رفته نگاهم دنبالش میگشت، دیدم یه خانومی ایستاده، 2 دختر بچم چادرش رو گرفتن. شک کردم این خودشه نیست، هرچی نزدیک می شدم مطمئن می شدم خودشه. یه چند قدم مونده دیگه یقین کردم این خانوم خودشه. فهمیدم عباس جوابشو داده. از پشت سر صدا زدم دیدی خیلی مرده. میگه یه نگاه به من کرد، شناخت منو، گفت خیلی مردتر از اونیه که تو فکرشو میکنی. بودم چطور؟ گفت این 2 دختر بچه من لال بودن، الان که رو به ذریح بودم دیدم 2 دختر چادرمو میکشن. یوما